امروز یه جلسه خیلی فوری با اسفناجام گذاشتم. خیلی رسمی بهشون گفتم نگران نباشید، قول میدم پیرتون نکنم. از اون طرف پیازارم خوب له و لورده کردم، روونه روغن داغ کردم و تف دادم و بعدم ادویه و گوشتم قل خوردن تو قابلمه، خوب تف خوردن و بعدم آب مهربونی هم رفت نشست کنارشون تا 1 ساعت. ادامه قصه با اسفناج ها. اسفناج رو خوابوندم کف مایتابه، بهش چند قاشق آب لیمو زدم. بالاخره قول داده بودم سبز و جوون بمونن، چروک به پوستشون نیفته. و پیازایی که از قبل تف داده بودیم و اضافه کردم به اسفناجا و خوب سرخشون کردم و ریختم تو دیگه مهربونی. آلو هم 2 دور تو روغن چرخید رفت کنارشون. بعد از 2 ساعت آب قوره و نمک خورشتم زدم و بعدم تبدیل به یک خورشت آلو اسفناج سبز و شاداب که رسما جوان مانده.